تا حالا شده وارد یه جمع بشی و احساس کنی کسی انگار وجودت رو نمیبینه؟ همه با هم حرف میزنن و راحت ارتباط میگیرن، ولی تو فقط تماشاچی هستی. حقیقتی که کسی نمیگه اینه که اون آدمای اجتماعی و جذاب ذاتاً اینطوری نیستن. اونا فقط چند تا تکنیک ساده رو بلدن که باعث میشه بقیه رو جذب خودشون کنن. جالب اینجاست قوی ترین تکنیک همون چیزیه که احتمالاً الان داری اشتباه انجامش میدی. آخرش بهت میگم چیه، چون وقتی درستش کنی همه چیز عوض میشه. میخوام نشونت بدم چطوری کاری کنی مردم خودشون بیان طرفت، باهات حرف بزنن و بخوان بیشتر بشناسنت، بدون اینکه بخوای زور بزنی یا اعتماد به نفس مصنوعی نشون بدی. تا آخر این ویدیو دقیق میفهمی چرا تا حالا نامری بودی و باید چی کار کنی که دیده بشی. 3 ثانیه اول. همه چیز تو 3 ثانیه اول اتفاق میفته. وقتی وارد یه جایی میشی بقیه همون اول دربارت قضاوت میکنن، نه بعد از حرف زدن، نه چند دقیقه بعد، فقط تو همون 3 ثانیه اول. بیشتر مردم مثل خود قبلیم با سر پایین و نگاه به گوشی وارد میشن. فکر میکنن دارن متواضع رفتار میکنن، ولی در واقع دارن سیگنال میدن که با من حرف نزن، حوصله ندارم. اما آدمای جذاب فرق دارن. اونا با سری صاف که یعنی نه بالا نه پایین و نگاهی آروم وارد میشن، انگار از قبل به اون فضا تعلق دارن. همین باعث میشه بقیه حس کنن با اعتماد به نفس و دوست داشتنی هن. رازش توی چشمه. وقتی با یه نفر تماس چشمی برقرار میکنی، حتی یه لحظه و یه لبخند کوچیک یا اشاره سر میکنی، در واقع داری میگی من دیدمت و دوستتم. همین حرکت کوچیک باعث میشه اون بعدن راحت تر بیاد سمتت. من یه بار تو کتاب فروشی امتحانش کردم. به جای اینکه مثل همیشه قایم بشم، یه نگاه طبیعی به چند نفر انداختم و یه لبخند کوچیکم زدم. 10 دقیقه بعد یکی اومد پرسید کتابی که دستم بود خوبه یا نه. قبلا هیچ وقت این اتفاق برام نیفتاده بود. فرقش فقط این بود که دیگه عمدن نامرئی نبودم. اشتباه زبان بدن. حالا برسیم به اشتباهی که خیلیا بعد از ورود انجام میدن. یه بار توی کارگاه مربی ازم خواست جلوی جمع وایستم. من همونطوری وایستادم که همیشه وای میستم. دست تو جیب، شونه ها خم، یه پامم جلوتر. بعد از بقیه پرسید چه حسی از من میگیرن؟ گفتن مضطرب، بسته، کسی که نمیخواد مزاحمش بشی. حقیقتا نمیخواستم اونطوری به نظر برسم، ولی بدنم داشت اون پیامو میداد. مربی گفت دستاتو از جیب در بیار، راحت بذارش کنار بدنت، شونهاتم یه ذره باز کن، نفس بکش، صورتتم ریلکس کن. اول حس مصنوعی بودن داشتم، ولی وقتی جمع دوباره نظر داد گفتن الان صمیمیتر و با اعتماد به نفستر شدم. اون موقع فهمیدم بدنت قبل از دهنت حرف میزنه. دستات رو ببندی یعنی دفاعی، سرت تو گوشیه یعنی حوصله نداری، بدن منقبض یعنی مضطربی. ولی وقتی باز و راحت باشی مردم ناخودآگاه حس امنیت میگیرن و راحت تر میان سمتت. از اون به بعد توی کافه صاف میشستم، دستام معلوم بود، شونه هامم راحت تر بود. تو جمع به دیوار تکیه نمیدادم یا قایم نمیشدم. نتیجه چی بود؟ مردم خودشون میان حرف میزنن، میپرسن، میخندن، فقط چون زبان بدنم دیگه نمیگفت دور شو. راز کنجکاوی. وقتی بالاخره با کسی شروع به حرف زدن کردی، یه سلاح مخفی داری که همه عاشقت میشن: کنجکاوی واقعی. بیشتر آدما فکر میکنن باید حرفای باحال بزنن تا جلب توجه کنن، ولی آدمای جذاب برعکسن. به جای زیاد حرف زدن سوال میپرسن، سوالایی که نشون میده واقعا به طرف مقابل اهمیت میدن. مثلا یه بار توی یه میتینگ کنار یه نفر نشسته بودم و ازش پرسیدم چی شده امشب اومدی اینجا؟ یه سوال ساده، ولی بعدش فقط گوش دادم. گفت روی یه پروژه کار میکنه. منم پرسیدم سخت‌ترین بخشش چیه؟ یه دفعه برق افتاد تو چشماش. گفت بالاخره یکی پیدا شد که میفهمه. 1 ساعت با هم حرف زدیم. آخرش خودش شمارمو گرفت، چون حس میکرد براش ارزش قائلم. وقتی واقعا کنجکاوی لازم نیست تظاهر به اعتماد به نفس یا جذابیت کنی، فقط باید گوش بدی. سوال بپرس، سر تکون بده، طبیعی واکنش نشون بده. آدما تو رو به خاطر حرفات یادشون نمیمونه، به خاطر حسی که بهشون دادی یادشون میمونه. قدرت سکوت. یه چیز جالب دیگه، فکر میکردم برای جذاب بودن باید دائم حرف بزنم و سکوت رو پر کنم.
اما بعد فهمیدم جذابترین آدما همونایین که با سکوت راحتن. وقتی گفتگو قطع میشه دستپاچه نمیشن و فقط آرومن. من اینو تو کتابخونه امتحان کردم. نشستم و آروم مطالعه میکردم بدون اینکه دنبال جلب توجه باشم. یکی اومد نشست کنارم و چند دقیقه بعد گفت اون کتاب خوبه، مدتاست میخوام بخونمش. هیچ کاری نکرده بودم، فقط آرامش داشتم. وقتی خودت با خودت راحتی مردم حسش میکنن. کنارت احساس اجبار یا خجالت ندارن و چون راحت میشن خودشون میان سمتت. پس دفعه بعد که توی یه جمع بودی گوشیتو کنار بذار، راحت بشین و نگران نباش. فقط حاضر باش و آروم. اون وقت میبینی چقدر راحت آدما میان سمتت. تکنیک نهایی و اما مهمترین نکته‌ای که همه چیزو کامل میکنه: منتظر تایید بقیه نباش. خیلی‌ها نامرئین چون مدام منتظرن بقیه تاییدشون کنن. وارد جمع میشن و منتظرن یکی متوجهشون بشه. ولی آدمای جذاب این کار رو نمیکنن. اونا با این ذهنیت وارد میشن که من مال این فضام. دنبال اجازه گرفتن نیستن. به خاطر همین یه انرژی متفاوتی دارن. انرژی که میگه اگه خواستی با هم حرف بزن خوشحال میشم، ولی اگرم حرف نزدی بازم حالم خوبه. وقتی دیگه دنبال توجه نیستی خود به خود توجه جذب میکنی. وقتی برای تایید تلاش نمیکنی مردم خودشون میخوان تاییدت کنن. عجیبه ولی واقعیه. پس دفعه بعد که وارد یه جمع شدی این ذهنیت رو داشته باش: من اینجام تا خوش بگذرونم و اگه ارتباطی شکل گرفت عالیه، ولی نیازی به تایید کسی ندارم. چون درست از همون لحظه ای که دنبال توجه نمیدویی همه شروع میکنن به دیدنت. این ویدیو همینجا تموم شد. لطفاً فراموش نکنید لایک کنید، به اشتراک بذارید و کامنت بذارید. خداحافظ.